7 8. دقت کنید که پاهاتون باید ثابت باشه که کامل اون فشار رو احساس کنید. این حرکت رو هم 4 ست 15 تایی تکرارش میکنید. برای حرکت سوم ببینید میخوام مثل این که داریم میریم تو دل زمین. یعنی چه شکلی؟ یعنی حالت گهوارتون از دستتون شروع شه بیاد به سمت پایین. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8. پام از هم با زمین برخورد نمیکنه. مثل گهواره فقط سینه و شکم هی به زمین میخوره، هی شما اون حالت موجه رو دارید. این برای عضلات فیلتون فوق العاده است. و 4 ست 10 تایی هم این حرکت رو تکرار میکنید که کامل عضلاتتون رو تمرین بدید. برای حرکت چهارم همونطور که زمین خوابیدیم زانو رو خم میکنیم و دست رو میرسونیم. 1 2